سلام رفقای گلم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ آقا میخوای گیم لوپ دیگه کرش نکنه، این چند تا کار با من انجام بده. یک، اول گیم لوپ 64 بیت تو پاک میکنی، میری تو سایت صاف 98، یه دونه برنامه پاک کردن نرم افزار که مثل توتال اینستالره، حالا خیلی برنامه دیگه هست، نصب میکنی و با اون برنامه کامل گیم لوپ تو پاک میکنی. دو، میری تو سایت گیم لوپ .ir یا gameloop.com، فرق نمیکنه. اگه VPN ندارید نمیتونید VPN بزنید و اینا، میایید تو گیم لوپ فارسی، از تو گیم لوپ فارسی 32 بیتی رو نصب میکنید. سه، بازی رو که نصب کردی وارد بازی میشید به این شکلی که من میشم. بازی که براتون داشت باز میشد، دوتا بک میزنید، میایید تو این صفحه گوگل پلی رو باز میکنید. گوگل پلی که باز کردید میایید تو این قسمت که پابجی موبایلتون هم هست، رو خود آیکونش دوتا کلیک میکنید، این قسمت براتون باز میشه. میایید رو این قسمت مثلثیه، رو مثلثی کلیک میکنید، میایید این قسمت، حالا من آپدیت کردم، خودتون اینو آپدیت کنید. 270 مگا آپدیتش اومده که بعد اینجا آپدیت بشه، تو گیم اصلا آپدیتش نمیکنه. و تمام. ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید.